سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هموطنان عزیز، امیدواریم که جور و صحتمند و لباس عافیت بر تن داشته باشید و یک ماه مبارک رمضان خوش را آغاز کرده باشید. ماه مبارک رمضان ماه مملو از صمیمات و برکات الهی می باشد. در این ماه دلها با هم نزدیک می شوند و همدلی یک رنگ دیگر را به خود می گیرند. به خاطر همین ماه این مناسب دانستیم که در ولایت لوگر ولسوالی خروار در منطقه اپخان و دارالایتام ابن عباس، جایی که یتیمان اینجا مصروف آموختن دروس دینی و علمی هستند و این مناسب دانستیم که تا سفره‌های افطاری آنها گرم باشد و همیشه احساس خوشی کنند. ماه مبارک رمضان تنها ماه نیست که در اینجا عبادت میشه، بلکه ماه عمل به مسئولیت‌های دینی، اجتماعی و انسانی است. بنابراین ما مناسب دانستیم که به خاطر این یتیمانی که مصروف آموختن دروس علمی هستند، مواد خوراکی را در نظر گرفتیم که تا بتوانند هم درس خود ادامه بدن و هم ماه مبارک رمضان را به اون وجهی که الله متعال از ما راضی می شود به مو هم وجه اینا هم این ماه مبارک رمضان را بگیرن و افطار خوشی داشته باشند. بنابراین از امو افراد اشخاص اهل الخیر، از امو همکارانی که همیشه کوشش میکنن در این ماه مبارک رمضان صدقات خود انجام بدن و کمک به یتیمان و افراد اشخاص بی بضاعت و مسکینان میکنن، از اونها بسیار زیاد تشکر میکنیم. خداوند اجر دارین نصیبشان کند و باز هم از اونها خواهش میکنیم که همچون افراد اشخاص را فراموش نکنند. بیاید و در کنار همچون افراد اشخاص، خصوصا یتیمانی که مصروف آموختن دروس علمی و قرآنی هستند، بیاین با اینا همکاری کنیم، در کنارشان ایستاد شیم تا بتوانند این یتیمانی که در اینجا مصروف آموختن دروس علمی هستند در آینده عالمان بزرگی از اینا ساخته شوند. جزاک الله خیر. السلام علیکم و رحمت الله.